امروز در این قسمت به جمعیت مردم به کار و شغلشان میپردازیم. پس حتما ویدیو رو ببینید و لایک کنید و سابسکرایب کنید. جمعیت روستا. جمعیت این روستا در طی سالهای متوالی تغییر کرده است. خیلی کسها رفتند، خیلی ها هم آمدند، اما این روستا بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران سال 1390 دارای جمعیت کل 49 و جمعیت مرد 24 و جمعیت زن 25 می باشد. تعداد خانوار این روستا 14 خانوار و دارای تعداد واحد مسکونی 11 می باشد، ولی این آمار ثابت نمانده است. در سال 1400 خیلی ها از دنیا رفتند. شغل و کارمردم. مردم روستای سفید زنگول در سالهای دور تا الان هنوز به کارها سنت‌های قدیمی پایدارند، مثل چیدن یونجه با درگز یا داس یا زدن پشم گوسفندان با قیچی‌های قدیمی یا به زبان محلی برین. و خیلی از کارهای دیگر، ولی اکثر مردم روستا یا حتی بیشتر مشغول کشاورزی و باغداری هستند و درصد متوسطی هم مشغول دامداری هستند، ولی تقریباً کل روستا کشاورزی و باغداری را شغل اصلی خود می‌دانند. منتظر قسمت‌های بعدی باشید. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. تا قسمت بعد منتظر بمانید.